اکبر نیوزی مهردل رکتور دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواسیونی شهر کولوب روز 3 آگوست از عالم چشم پوشید. مهرنسا عمرova از اکبر نیوزی به عنوان شخص با دل بزرگ و مهر بی اندازه به شاگردانش یاد کرده اظهار تأسف کرده است که او با دنیای روشن پدرود گفت. بسیاری از اکبر نیوزی باعث یک فرد سرسپرده ساحه معارف و آموزگار روشنفکر توصیف کردند. درباره علت مرگ اکبر نیوزی رسما اطلاع نشر نشده است، ولی لودمیلا وارونووا با اظهار همدردی به نزدیکان او نوشته است که ویروس نوعیان یک انسان نجیب، زیایی و حرفه‌ای را از بین ما برد. این باور نکردنی است، بی‌عدالتی است. یادش گرامی بود دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواسیونی کولوب که اکبر نیوزی رکتورش بود سال 2003 همچون فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر کولوب تأسیس یافته. از 13 مارس سال 2015 به دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواسیونی در شهر کولوب تبدیل داده شد. در 5 فاکولته این دانشکده از روی 34 اختصاص زینه بکالوریات و از روی 10 اختصاص زینه ماجستراتور بیش از 1100 دانشجو تحصیل میکنند.